پسر نوح با مدام بنشست، خاندان نبوتش گم شد. برای همین جوانای عزیز، همه شما برادر ما، همه برادر هستیم. احتیاط کنید که بابت امر نشین. احتیاط کنید انسانی که با تو همون استکان عرق دراز میکنه، یقین بدان که دشمن قتالت است. تو یقین بدان که فردا روز قیامت ترا در آتش دوزخ، در علنگه آتش دوزخ تلت میزنه. سیگارت با تو پیشنهاد کرد، دشمنت است. ناسبت پیشنهاد کرد، دشمنت است. جوانایی را خوب بدانیم. امره کشید یک روز دو روز، بعد میده گیره کش گیره کش شکلش ببین، شکل گیره کش ببین، شکل یک حبشی از افریقا را در حج ببین. از افریقای سیاه پوست، از شکلش کونیده گوری سیاه نور داره، نگاهش میکنه تلاوت قرآن میکنه، اشکات میریزه که ببین که خدای تا شکلش داده است تلاوت میکنه. بعضی مردمای کلانسال ما در حج میرن میگرین، ثروتمند هستند، میگه سر در سنگ بزنیم، در دیوار بزنیم، در همون سنگای مرمر بکفانم سر ما توی تپید کنیم که حبشی را ببین که تلاوت قرآن میکنه. ما سفید پوستی تاجیک مسلمان پشت به پشت آمدگی قرآن خوانه هستم. در همونجا صدها بار میگه خدایا بمر زمین را بکفاندم و بدرام برام. اما حبشی را میبینی نور داره، تلاوت قرآن میکنه، مزه میکنی، گوش میکنی، قلبت آرام میشود، عصبت آرام میشود. اما تاجیک مسلمانی سفید پوست میبینی که گیره نمیکشه، شکلش میبینی شکل اوج است. همون شکلی که در کنای دهشت نشانش میده، گلک سنگ میترسد، شکلش به شکل هم ماننده. برای چی؟ او را که او استفاده کرد، او دیگه نه خدا داره، نه پیغمبر داره، نه ایمان داره، نه پدر داره، نه مادر داره، نه هیچ چیزی. به هیچ کس وفاگی هم نمیکنه. کمک خبرکشی میکنه همون مردم ها را و خلاص، دیگه هیچ چیزی ازش نمیوید. برای ما طعم است. احتیاط کنین شما هم که به همین بلا مبتلا نشین.